دوستان عزیز اکنون توجه میکنیم به نروسنجی موحیدین اسداللهیف با جداگی سفید از تاجیکستان بر مقابل حریفش از پولشا زولیک شیمون اندر میدان میشوند. این هم مرحله سومی رقابت ها است که برای پهلوان ما خیلی شانس خوب است تا راه خود را به مرحله چهار یک نهایی هموار کند که آنجا مانوئل پارلاتی از ایتالیا غالب این جفت را انتظار است. در یک رقابت خیلی سخت و سنگین در دوره گذشته موحیدین اسداللهیف توانست راه خود را به اینجا هموار کند و داور رقابت را باز می‌دارد. اینجا شیدو البته که هست به هر دو پهلوان یک طرف حرکت کردن. اینجا شیدو می‌دهد داور به هر دو و نروسنجی اکنون ادامه می‌یابد. قبلا ما اشاره کردیم دوستان عزیز که قهرمان فعلی آسیا است موحیدین اسداللهیف. میانی جوانان و همزمان در جام آسیا هم امسال با گرفتن نشان طلا مشرف شده بود در الماتا و همزمان سال گذشته در چمپیونات آسیا میانی نورسان هم نشان طلا داشت موحیدین اسداللهیف. و قبلا هم اشاره کردیم که یکی از امیدهای ما امروز محض همین پهلوان است، چرا که دیگر همه نمایندگان ما شکست خوردند و موحیدین اسداللهیف خیلی نزدیک است که راه خود را با مرحله چهار یک نهایی برد. ولی چگونه که میبینیم زولیک شیمون بسیار خطرناک مینماید و پرتافهای او را هم میبینیم که خوشبختانه به امتیاز نرسید. موحیدین اسداللهیف البته پهلوانی تصادفی نیست. از قدم های اول در این رشته عموما در نمودهای گوشتین تمرین میکند. در گوشتین ملی هم در میدان ها هنر شایسته نشان میداد سالهای پیش و اکنون امکان خیلی خوب دارد که به مثل سال گذشته در چمپیونات جهان موفق شدن نتوانست موحیدین اسداللهیف، ولی امسال امکان خوب دارد تا در وطن خود برای مدال های این مسابقات با نفوذ نروسنجی کند. از گریبان می‌دارد این نوبت اسداللهیف و حالا که درونه را می‌خواست استفاده کند اما این نوبت موفق نشد. معلوم است که شیمون زولیک بیشتر در زمین فعال است. او کوشش میکند که در زمین کار کند. در رقابت قبلی بسیار هم نروسنجی پرشدت گذشت برای موحیدین اسداللهیف و در گلدن اسکات توانست که با امتیاز ایپان حریفش را ناکام سازد. اینجا شاید بله شیدوی دویم با زولیک برای از روی گلیم بیرون رفتن. این هم شانس خوب است برای اسداللهیف تا فشار را بیشتر کند، حریف را فشار بیارد که او کم فعال باشد یا اشتباه کند. موحیدین اسداللهیف زیادتر میخواهد حریف را نزدیک کند و بعدا از حلوک درونه استفاده برد یا همان اوچیمتا، ولی زولیک هم معلوم است که تجربه خوب دارد. در چمپیونات جهان با گرفتن نشان طلا در چمپیونات جوانان عموما در نورسان با گرفتن مدال طلا مشرف شده است زولیک سال گذشته. و اینجا چی اشاره میکند داور؟ شیدو به هر دو. اگر به هر دو باشد این البته موفقیت موحیدین اسداللهیف خواهد بود. بله به هر دو اینجا شیدو میدهد داور و موحیدین اسداللهیف راه خود را به مرحله چهار یک نهایی هموار میکند
ки он ҷо албатта як рақиби хеле пурқувват паҳлавони моро интизор аст. ин ҳам